برفض میفته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز و برادران گرامی، هوای تازه، طبیعت زیبا در دورافتاده ترین روستای ولایت بدخشان، مردمان با قلب مهربان در روستای کوری ولایت ولسوالی تگاب ولایت بدخشان آمدیم تا احوال مردمی را بگیریم که با چالش‌های زیادی در زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند و با همکاری شما هموطنان عزیز و مهربان بتانیم برای کوری نشینان کار کرده باشیم. روستای کوری ولایت بدخشان در دورافتاده ترین نقطه ولسوالی تگاب ولایت قرار دارد و به علت بارش برف در فصل سرما راههای مواصلاتی این روستا مسدود می باشد و به همین دلیل ما در مدت 3 روز تانستیم همین مواد کمکی را به این روستا برسانیم و از این را یافتیم که واقعا این مردم که در این روستا زندگی میکنند نیازمند هستند و با چالش‌های زیاد مواجه هستند. هموطنان عزیز و مهربان، ما خواستیم به این مردم مهربان و با همت روستای کوری ولسوالی تگاب براشان مواد غذایی بیاریم که شامل 2 بوجه آرد، 3 بوجه برنج، 4 قوطی رب، همچنان نخود، چای، بوره و 2 بوجه مکرونی و 3 قوطی روغن است که بتونن در این فصل سرما از این استفاده بکنن. و همچنان یک موضوع دیگر را براتون بگویم که ما برای اطفال این منطقه که در این هوای سرد واقعا میرن طرف مدرسه و طرف درس، براشان یک برنامه داریم که انشاءالله او را تقدیم شما خود کردیم و جا داره از او از خواهران و برادران مهربان و با همت که خودشان در بیرون از کشور زندگی میکنند اما در فکر برادران و خانواده های هستند که در فصل سرما در دورافتاده ترین نقطه از افغانستان با 100 چالش روبرو هستند. در فکر از اینا هستند، مهربانی میکنند، همکاری میکنند و کمک میکنند به اینا. از اونا نام ببریم تا ای که باشد در دفتر خاطراتشان ثبت شود. و سپاس از همه از هموطنان عزیز و مهربان ما که لطف کردن، مهربانی کردن و سر ما اعتماد کردن تا ای که ما بتونیم امانتشان به اهلش بسپاریم. خواهران ما هر یک بی حنیفه از جرمنی مبلغ 27664 افغانی، بی بهاره از جرمنی مبلغ 20748 افغانی، منیجه صدیقی از جرمنی مبلغ 17001 افغانی، بی حاجی از لندن مبلغ 10050 افغانی که گفتن مریض هستند. خداوند شفا بده برای بی حاجی که لطف کردن، مهربانی کردن، همکاری کردن و همچنان گفتن از طرف نواسه هایش بلال جان و مروه جان که در عمر بلال جان و مروه جان برکت به افزای الله متعال. آرزو از کانادا مبلغ 7275 افغانی، محترمه خانم وردک از آمریکا مبلغ 7090 افغانی، سونیلا وردک از آمریکا مبلغ 7090 افغانی، فریما احمدی از آمریکا مبلغ 6370 افغانی، بهشته از استرالیا مبلغ 5000 افغانی و همچنان سپاس از خواهران ما و برادران ما هر یک، یوسف صالح و سلیمان صالح از آمریکا مبلغ 68800 افغانی، ملتان حسینی از استرالیا مبلغ 67000 افغانی، ابو عبدالله از سعودی مبلغ 50000 افغانی، صابر وامی از آمریکا مبلغ 32708 افغانی، رامین نورزاد و خانمشان از هلند مبلغ 20278 افغانی، غلام سعید قلعه نوی از جرمنی مبلغ 18220 افغانی، برادران ما از آمریکا مبلغ 17240 افغانی، محمد رفیع نبیزاده از آمریکا مبلغ 17020 افغانی و همچنان شهید از آمریکا مبلغ 14100 افغانی، برادران ما از آمریکا مبلغ 10500 افغانی، حاجی فواد حیات از لندن مبلغ 10000 افغانی، علی وردک از آمریکا مبلغ 7090 افغانی، بلال وردک از آمریکا مبلغ 7090 افغانی، سلیم وردک از آمریکا مبلغ 7090 افغانی، خیبر زدران از آمریکا مبلغ 7000 افغانی،
محمد ابراهیم از آمریکا مبلغ 6590 افغانی، فامیل نصیری از آمریکا مبلغ 6113 افغانی که مجموعه این مبلغ میشه 4,99,877 افغانی که ما این را شامل کمک های زمستانی خود ساختیم و برای مردم روستای کوری ولسوالی تگاب ولایت بدخشان آوردیم تا که مواد غذایی برشان خریداری کردیم تا که یا بتوانند در این فصل سرما از این مواد غذایی استفاده کنند و در حق همه برادران و خواهران ما که سهم گرفتن، مهربانی کردن، همت کردن و همکاری کردن برشان دعا میکنیم الله متعال اجر نصیب شما بکنه و تمام آرزوهای مشروع شما را برآورده بسازه. سپاس، امتنان و قدردانی میکنم من از طرف تمام همکارا و مسئولین بنیاد خیری امید حیات که شما همیشه مهربانی میکنین، لطف میکنین و بالای ما اعتماد میکنین و امانتتون به ما میسپارین تا اینکه ما بتونیم دست هموطنان عزیز و مهربان ما را با همکاری شما بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. پدرها و برادرای عزیز و گرامی السلام علیکم و رحمت الله. من یک تا میخوانم اسامی مبارکتان در مجموع. هر برادر یا پدری را که اسمش میگیرم با تذکیرهش، با مو تذکیرهی که قبلا در جریان سروی برای ما آورده آنمو تذکیرهش بیاره که باز ما ایرا مطابقت بودیم با جدول که مطابق برای از او بود. بازی را منظم در اونجا استاد میشین براتون بخیر توجیه میشه. درست انشالله؟ شفیق الله تذکیره زمان داود خان بشه، تذکیره باید بشه. هموطنان عزیز و مهربان، به فضل احسان پروردگار مواد تنظیم کردیم و قوم مهربان روستای کوری آمدن، موادشان تسلیم شدن. پدر سلام علیکم. صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ جانتان جور است؟ انشالله سرد نخوردین؟ نه زنده باشین. زنده باشین، بخیر باشین. چی رقم از مواد براتون کفایت میکنه انشالله؟ بسیار کفایت میکنه انشالله. زنده باشین، بخیر باشین. فقط شما در حق همو خواهرها و برادرای عزیز که لطف کردن، مهربانی کردن، این تحفه را برای شما روان کردن، دعا کنید. دعا میکنیم. او پدرش بسیار پیش قدم ما بود. زنده باشین، بخیر باشین. بسیار پدر زنده باشین پدر. میشناسم دیگه شما بیشتر. تشکر زیاد. بخیر باشین پدر جان. زنده باشین. زنده باشین. مواد توضیح کردیم، هوا بسیار سرد است، به او علت دیگه بیش از این منتظر نمیمونیم که مردم مهربان ما را. کاکا سلام علیکم. صحت شما خوب است؟ جانتان جور بخیر هستین؟ جانتان جور است؟ آرامی است؟ بخیر است. بخیر اومدید. شکر. زنده باشین، بخیر باشین. مواد انشالله گرفتیم. بله تسلیم شدیم. بله. انشالله ای که بتونه در این هوای سرد در این روستای دور افتاده برای شما در این فصل سرما یک همکاری کرده باشیم و یک درد شما را دوا شود. بسیار خیلی وقت کفایت میکنه بخشی ما. خیلی وقت زنده باشین. فقط دعا کنین در حق تمام هموطنان عزیز ما که لطف کردن، مهربانی کردن، در فکر هموطنان عزیز ما هستن. دعا میکنیم در حقشون. بسیار کار خوبی کردین در وقت سرمای زمستان چیزی ها یاریم به درد ما میخوره. بخیر باشین سپر. سلامت باشین. زنده باشین. سلامت و بخیر باشین هموطنان عزیز. پدر؟ چی حال داری؟ خنک خورده؟ انشالله قریب شده. خنک خوردی؟ برف ببین. برف است. نه هوای بسیار سرد بوده ولی ما سرد خوردیم. خیلی وطن نمیره که وطن سید. انشالله که صحتمند باشی پدر جان. انشالله با دعای سر شما. انشالله و رحمان باز میایم، باز احوالتون میگیریم، باز خبرتون میگیریم با همکاری برادر و خواهرای ما. بخیر باشین پدر جان. زنده باشین. زنده باشین. تشکر. بخیر باشین. مواد براشون تسلیم کردیم یا مواد بگیرن ببرن بخیر به طرف خانه هایشان و یک بار دیگر جا داره که سپاس و امتنان کنم از همه
هموطنان عزیز ما که لطف کردن، مهربانی کردن برای ما این زمینه را مساعد ساختن تا ای که ما بیاییم در این روستای دور افتاده برای 50 تن از خانواده های این روستا همکاری کنیم، مواد غذایی برسانیم در این فصل سرما. الله شما را اجر نصیب کنه.